بچه ها اگه ماینکرافت بلدین میخواین ماینکرافت انجام بدین، امروز من داشتم میرفتم که واسه خودم یه تمرین انجام بدم بفهمم چند بلاک لازمه که بتونیم این حالت رو فعالش کنیم و از روشون حرکت فرشی بزنیم. و من با این کار یه روش رو فهمیدم که میخوام این حرکت خیلی خفن رو بزنم. الان شروع میکنم. خب 1 2 3. وایسا اینطوری بود که اول مرغ خودمون میذاشتیم، بعدا رو مرغ اون حرکت رو میزنیم. حالا 1 2 3. بیناهاش دیدین؟ خیلی سخته. اگه کامپیوتر دارین فکر نکنم بتونیم، ولی تو گوشی باشه خیلی راحت تره، که منم دارم با گوشی بازی میکنم. و اگه تونستین به منم تو کامنت بگید.